بفرمایید بشینین که براتون چای بخورم. چطور هستی؟ خوب هستم. تو؟ ما هم خوب هستم. برای دیویدی آوردیم، داخلش فیلم هست. دیویدی پلیر؟ ها از امو در قهوه خانه ما تو مانده بود، ما آوردمش دیگه. مردم و فیلم ها رو نمیبینه، ما به خاطر که خسته نشی به تو زنده باشی. مهم نیست. راستی شام عروسی از تو میایی؟ اونجا مردم زیاد میباشد، ساعت تیر میشه، کسی متوجه نمیشه. کامران برام گفته بود شاید همراه او بیایم. من اونجا متوجه میباشم، یعنی ازت پذیرایی میکنم. درست است. راستی من میخوام موتر بخرم. واقعا میخری؟ در حقیقت داشتم اما فروختم. حال به خاطر تو میخرم. تو واقعا که بسیار یک انسان خوب هستی. خداحافظ. خداحافظ. دیویدی پلیر. دیویدی رو بگی. تشکر میکنم. خداحافظ. 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 ای بوی چی است؟ گل چیز به خاطر عروسی غذا آماده میکنیم. قرمه گوشت است، فاصلیه و کوفته. دیگه چی بود خاله جان؟ پلو آمد. قرمه را گفتم خاله جان. امیناست. بله امیناست. همه چیز باید گوشتدار باشه؟ بله چون که امیر رسم ما است. یادت رفته؟ راست میگی. بسیار تشکر خاله جان. نوش جانتان. جمالیت دقیقه اینجا بیا. درست است خاله، ای با تو امانت. حتما کاکاوسنو را قانی ساخته نتونستین. از اینکه غذا آماده میکنین معلوم میشه. گل در موضوع قانی ساختن بیشتر پدرم حق به جانب است. بالاخره شرایط فسخ عروسی در قریه کمی مشکل تر شده جانم. دختر بیچاره دلش نیست که با او آدم عروسی کنه. چی بفهمم، شاید به مرور زمان عادت کنه. گل عادت میکنه؟ اگه عادت نکنه چی؟ چی کنیم؟ یک دفعه تو هم همراهش گپ بزن، شاید بتونی قانعش بگو پخته شدن. همه چیز آماده است؟ سلام کاکاوسنو. همراهی من گپ میزنین. خب بگوین میشنوم. او هلال به عروسی رضایت نداره. میخواستم در این باره گپ بزنم. بله شب ما و جمالم در این باره گپ زدیم، اما ما هم خب دلایل قانع کننده دارم. چی کنیم دیگه؟ بعد از این راهی برگشت نداریم خانم گل. نباید این موضوعات به هلال بگوین که فکرش مغشوش میشه. درست است کاکاوسنو. چی کردین؟ فاصلیه رو پخته کردین یا نه؟ بنیامین بچیم آدم خطرناک هستی. فکر چطور به ذهنت آمد؟ باید ایره بفهمین که داماد کاکتان ختم روزگار است. وقتی که اسنو همراه ما تو کنم هم در مقابل جوابشو پیدا میکنم. وقتی که اسنو ایگه پاره بشنوه زاره کفک خود شد، اما پایت نکشی بچیم. بلی از خدا خسار اگر سرمان باره سر گپ خود ایستاد هستم، اما من در فکر اسنو هستم که او به اشاره بعد از این چی خواهد کرد. بریم باش دروازه رو آواز میکنم دستت اوگار نشه. توبه. خیرتی اثبات چرا اینجا آمدیم اما پرسان کو که چرا آمدیم. خود چرا آمدین؟ یازنه کمال بنیامین میخواه قبل از عروسی یک بار همراهش گپ بزنه. دلیلش رسم و رواج است که قبل از عروسی داماد به خسربره خود بعضی گپا داره. تو خبر نداری گپا را؟ معلوم است باید گپ بزنیم. اولادان آدان است، کدام کار اشتباه نکنه.
بیادب با دلتان کدام پس کردنی خواسته؟ بیادبی چی ربط داره؟ اولادها عروسی میکنن اسنو. اگه این قسم باشه، اما تو گفتم ایشه. بیبی اینجا دخترم است، پدرشم است. اسنو بیبی تو به ما وقت دادی دوستیم، بچه را زندانی ساختی، حال بان که یک بار همراش گپ بزنیم. قسمه که اینجا واضح گپ میزنم پیش کمال هم همه قسم واضح گپ میزنم. به غیرت از اینجا گم شوید، برو گم شو. بیادر با بیادبی چی ربط داره؟ فقط میخوایم گپ بزنیم دیگه. درست از بنیامین، طولانیش نساز. وقتی پدرم میگه پس برو دیگه. تو به همراه ما پیشانی ترشی نکو جمال، در خانه ساد هستیم. یعنی اگه تو پیشانی ترش میکنی دیگران یاد دارن پیشانی خودت ترش. یوسف به دامادت بگو زیاد خود لوده نسازه. غیر از باز ما برش پیشانی ترشی رو یاد میتم. برو داخل بنیامین، برو که حال حقتا میتن. برو زود پس بشیش باش. زمین طرف یوسف کاکا بیاین بیشینین، استاد نمانین. زنده باشید. اینجا بیشینو. سلام دخترم. سلام. فقانا چقدر مقبول معلوم میشن، همه تا نیست نیازی کیک هم آماده از خانم نهال. سرمیزی آمد. تو کجا بودی؟ کجا بودم؟ میبینی خامدم دیگه. نه صدیق سفیدش را زیر گلابیش درست است؟ بگی دیگه 2 تا سفیدش بته. حالا اینا را آوردم. اینا را آورد کنم. خانه کاکا اسنویشان بیام. یک پلان داره موش کنی خرابش نکنی. نه صبر کن از بازش نکردیم. تلفنت بته. تلفن ما چرا بتم؟ فقط که او در زندان است. توبه این زندانی است. تو من احمق فکر کردی. زود باش تلفنت بته. حالا پرگویی نکن. توبه کردیم خدایا. اینه بگیم تلفن. همراهیت چاقو، کار، پل، سلاح یا کدام چیز دیگه نداری؟ نه فقط که در طیاره بالا میشم. از شما هر چیز انتظار میره. مگه اسبته میخوای بری؟ به خدا گپ میزنیم، کدام کار دیگه ندارم. تو چیزا پیش من نیست. گپایت زود خلاص میکنی. فهمیدی چی گفتم؟ درست است، البته زود خلاص میشه. لا برو. این دیگه چی است؟ یازنه؟ خر است، خر. حسنوی بیشرف. تو چطور اینجا آمده تونستی ها؟ چو باش گپام میزنه بیعقل لودره. دیروز چی گفتم میرفتی ها؟ که من نمیایم چطور است و چنان است و فلانه؟ نفهمیدی یازنه؟ به خاطر که کدام اتفاق رخ نده تو دیگه چه قسم اتفاق رخ بده؟ دیگه میخوای چی شوه؟ من زینه پایین افتادم، کم بود بمرم. یازنیت میمرد کمال، کم بود دست پایین بشکنه. خدا برم یک شانس داد که هنوز زنده هستم. به هر صورت مرا ببین، تو همراهی ولال عروسی نمیکنی نه؟ چطور عروسی نمیکنم؟ فرصت خودش پیش ما آمده. خوشبختی هم در پشت دروازه ایم است. احمق نشو بیشرف. با قرآن سرت مشکنم. یازنه میگی احمق نشم. قلب من ببین فقط به خاطر هلال میتپه. چرا؟ دیگه احمق نمیشم. میشی بچه. به خاطر که عقلت سر جایش بیایه اینجا آمدم آقای کمال. در اینجا صدای مرا بلند میسازی. به هر صورت امروی خسرویم گپ زده یک پلان تر کردیم. در سر میز نکاح به هلال نمیگی. نه بگویم؟ بله. چرا؟ دیوانیم نساز با قرآن در دانت میزنم کمال. فقط نمیگی. توبه همه قدر خلاص. چرا نه بگویم؟ چی بفهمم؟ توبه خسرم همه قسم گفتم قسم میخوایم. گفت اگه بله بگویه آقش میکنم. خلاص از دیگه بچیم نیست. ابو بله. توبه کردیم خدایا. ببین کاری که جمال با کاموران خواهرت کرد در میز نکاح را تنها ماند. آبروی خانواده ما را پیش کلگی برد. تو هم چی را میبینی بچیم؟ گذشته را مرور میکنم. عقلت با سرت بیارم. وقت گپ میزنم مرا ببین. اتو کارای دیوانگی نکو. این کاری را که جمال با کاموران کرد در میز نکاح به هلال نگفته انتقام ما را میگیری کمال. صحیح است. در این صورت من همراه هلال عروسی نمیتونم. بچه میگم تبلیم چی گفته میره؟ نیم ساعت از تشریح داده میرم هنوزم هلال گفته میری. بچم این عروسی است که میشه. تو فکر میکنی عروسی همه قسم است ها؟ بچم عروسی از خود یک عالم جنجال داره. تو دیوانه شدی که عروسی میکنی؟ به خدا پدرم حق خود برات حلال نمیکنه. بچم تو را نفس کشیدن نمیمونن. آبروی خانواده ما مهم است یا هلال؟ هلال. هنوزم هلال گفتم میره. بی بار چندم است که میزنم تقلت بسرت نمیای. با خود بیا بچم. تو را جادو مادو خو چیز نکردن نی؟ کدام تعویض مویز خو نداری؟ دقیق تو چی کردن که تو شفته اینو شدی؟ یازنه. بنال خسر بر یازنه. دایی با این تنها مزرر میکنم. اینه تو بچه مادم باره گپ بزن بیعقل ها. مام در دانت یک بوکس میزنم که بخی صحیح ضرر کنی. و من مهم نیست هر چی میشه در میز نکاح نمیگی. فهمیدی ها؟ نه ضرورت نیست. با قرآن بزنم که میدم این دانت بزنم. نه نزن. اصحاب آدم خراب میکنه. درست است. چی میگی نمیگی؟ فهمیدی؟ بله. باشه. بله چی بچم؟
یعنی بلی نه خیر. اعصاب ما خراب نکو کمال، به خدا دندانایت مشکنانم. نمیگی تمام شد و رفت. نه نمیگم. اگه بلی بگوی تو بیاز نه نمیگم. آفرین. خوب است. چقدر افتفام هستی بچم. او من چی کردم؟ قبل از آمدن گفتم که کلان خانواده آمده و امرای کمال گپ میزنه، به این بهانه داخل آمدم از اینکه تو با دختر نمیگی. حالا به گپ زدن ضرورت نیست دیگه بچم. میگه دلم واجهم شد. قسم نگو یاز نه، برام بگو چیزی که رسم و رواج سمور میکنم. من چی بفهمم بچم؟ دیوانه هستی؟ برو کتاب بخونه. توبه مرا به رسم و رواج چی؟ بی عقل. مرا بیبی بچه این تخت اسنو است. ها با قرآن. با قرآن. چقدر کلان هستی؟ چند متر خود نمیفهمم. بسیار راحت است. با خدا بسیار راحت است. به نظر من این تخت نرم و گرم کسی از خارج برش آورده بچه. نه که خراب میشه. بسیار نرم است. خواهرم آمد. خوش آمدی خواهر جان. خوش باشی. چی شده؟ کس نفهمه خواهر، به خاطر گپ زدن همراه الال یک پلان دارم تو همراه خوش بری. سلام خوش آمدید. بفرمایید خوش بشینید. باشی. خسته شدم. به خاطر کمک عروسی آمدیم. چطور هستین؟ خوب هستین؟ خوب هستیم خدا را شکر. دویشون به خاطر خریداری بازار رفتن، حال پس میآین. ما هم دیگار پخته میکنیم. باز به کمک ضرورت خود داشتیم. خوب است. ما فکر کردم منتظر اونا بوده، چند دقیقه همراه هلال گپ میزدیم. همراه هلال؟ بله. درباره چی گپ میزنیم؟ درباره چیزایی که بنیامین در بالا همراه کمال گپ میزنه، درباره اونا. گل میشه بگویی که چی میخواستی به هلال بگویی؟ چی گپ از جمال؟ بالاخره هلالم باید بعضی چیزا رو بفهمه و دیگه مثل خواهرش نیستم. هستی جانم، تو مثل خواهرش هستی، اما تو هنوز عروسی نکردی. میخوایی برش چی بگویی؟ حسنو حق به جانب است، به خاطر گپ زدن باید عروسی کرده باشی. درست است، ما عروسی نکردیم، اما خواهرم دوباره عروسی کرده. چی؟ نه عروسی کردیم اما دوباره جدا. راست میگی؟ گل درست است دیگه، یعنی بالاخره خواهرم در این موضوع تجربه داره. البته. چی نظر داری؟ حسنو زید نکن که دخترها گپ بزنن. خوب است، حالا که تو میگی گپ بزنن پس مشکل نیست. دیگه هم چیز میخواین؟ حالا بریم. حالا بخی. تو بکدیم. چی گپ شده بچه؟ چی بفهمم کاکا یوسف؟ جانه چطور هستی؟ خوب هستی؟ چطور باشم؟ خوب هستم. تو نمیخوایی که عروسی کنی؟ نمیخوایم، اما به خاطر پدرم مجبور هستم که عروسی کنم. بیبی جانه، اما وقتی که تو نمیخوایی مجبور نیستی که سر تحمیل شوه. او هم عروسی یک چیزی که تمام زندگی انسان در بر میگیره. ده تو یک موضوع هر کسی هم که باشه حق نداره که سرت فشار بیاره. هوش کنی. درست است، اما من از این عروسی فرار نمیتونم. مجبور هستم که عروسی کنم. همراه آقا حسنو گپ میزنیم. نه خواهر نه، مام گپ زدم، جمالم گپ زد. اونا تصمیم خود گرفتن. توبه پدرش تصمیم خود گرفته که دختر خود مجبور بسازه تو عروسی کنه. چی کنیم دیگه؟ چاره داریم؟ مجبور هستم که در میز نکاح بشینم. این قسم یک کار نمیشه جانم. بیبی چی گفتن؟ عروس سر اسب بالا شدن و توکل به خدا گفتن است. یعنی فقط تو هستی که تصمیم میگیری، این زندگی تو است. حتی اتو یک کار بکو، بعضی خطرات نادیده گرفته تو از این کار نجات پیدا کنی جانم. البته اگه خودت میخوایی. من میخوایم. درست است. من یک مفکوره دارم، اما او چیه؟ اما بیبی باید واقعا تصمیمت قطعی باشه. درست است؟ درست است، تصمیم قطعی است. کافی است که کار از ریشه حل شود. ای جانه. خب حالا گوش کن. کمال چی گفت بچه؟ صبر. به خدا خسرمت یک چیز. بیا اگه یک بهانه را پیدا نمیکردم امرش گپ نمیزدم. او لوده تصمیم گرفته بود که وقتی در میز نکاشیش به دختر بلی بگوید، اما پلان ما موفق شد. حالا در وقت نکاح نیخواد کن. طرف ما ببی قطعی است باشیم.
توبه خسر تو چی میگی؟ گپره که من بگویم نتیجه نتا امکان نداره. پشت کارش بسه وقتی در میدان نگفت و وقت باز خنده تا میبینم اسنو هم بفهمه که نگفتن در میزنه کچه تا زنزار حالا بره خسر چی؟ ها دیگه تال نتی زود باش برم بگو که بنیامین لوده برای چی گفت بچیم؟ آمد درباره عروسی یگام گپ کاره برام گفت. او چیزا چی است؟ نمیفهمم به خاطر که نگفت. خیشور قدر دیر در اتاق ماند. او بیعقل گفت که ما در میز نکاح هلال تنها بانم، یعنی نی بگویم. باز تو چی گفتی؟ با خدا دیدم که یازنیم زیاد تاکید میکنه. گفتم نمیگم. فقط با اونای قسم وانم بود کردم. در غیرو محمق نیستم با فرصت که خودش آمده نی بگویم. بله. آفرین. تشویش نکن خسر. بله میگم. بله خو میگم. ما یک دو گپ دیگه هم دارم که بگویم. از اولش شروع کن. ما بله میگم نی؟ خو به احتمال زیاد پدرم مرا آخ میکنه. خو او وقت ما هلال کجا ببرم؟ تو دوباره تشویش نکن. براتون اینجا اتاق میتم. واقعا؟ البته. بسیار خوب میشه. گپ دومت؟ ما بله میگم نی؟ بله. عروسی کده داماد میشم. اگه خواست خدا باشه. هلالم عروس ما خواد شد. البته. وقتی که عروسی کدیم باز بعد از او خانمم میشه. بله. یازنیم برام یک چیز نگفت. تو جمال بیادر روان کو که او همراه ما گپ بزنه. بیعقل. تو هیچ عقل نداری اولاد بی غیرت. بر علاوه تو به خدایا. خسرو ما مرزد. این دیگه چه قسم گپ از دوستم؟ از هر کس که پرسان میکنم غال مغال میکنه. چی خواد شد؟ مهم نیست. جایی که خسرو بزنه اونجا گندمو میکنه. با خدا از گشنگی مرد و مادر جان پدرمشان کی میاین کم اسی رو دیم دیگر رو دیم بخوره. نورتن ها دخترم به یک دوتا تخم پختکو که بخوره. شاید یوسفشان دیر کنن. مادر اون آمدن. یوسف گوشت می آوردین برنج می آوردین به خاطر غذا آماده کردن منتظر شما بودین. برنج نیست. اینجا کم مکرونی آماده کنین، همراهش کم کچالو هم سرخ کنین. همین قدر بس است. اون قسم غذای عروسی میشه؟ البته که میشه. چرا نشه مادر؟ اگه با مردم گوشت بتی چی میشه؟ بر علاوه اگه با مردم پلاو بتی دو میخوری، اگه پیاوام بتی دو میخوری. یعنی به قدر مصرف چی ضرورت است؟ نه خدا تاوانی میکنیم به خدا. احمق میخوای امروی پدرم دسته که کده آبروی ما در قریه ببری؟ نورتن تو راحت باش، آبروی ما نمیره. این دفعه نوبت بی آبرو شدن دیگراست. این دیگه چی مانا میته؟ ببینین هر چیزی که براتون میگم شما هم کنین. در غیر او چند دقیقه بعد اجازه پخته کردن امورم نمیتون. تو با کدیم خدایا. مادر جان یک زار مرگ آماده کو که مردم به خدا. برو خودت آماده کو احمق. نورتن دخترم داشپزخانه برو، هر چیزی که هست بیرون بیارش. در غیر از او آبروی ما در قریه خواد رفت. بیا که برات تخم آماده کنم اگر نه چشمت میمونه. به خدا پدر بسیار کار خوب کردی. بیا از عروسی خونه میشه. چرا ناق مصرف کنیم؟ این قسم بسیار خوب شد. یک باری مشکل حل شوه باز فردا بین خود کباب میکنیم و به مزه میخوریم که کم چاق شوه. به شکت از خسرو آدم خطرناک هستی به خدا. تو را خانه برسونم کامران؟ نه ما اینجا پایان میشیم. اینجا؟ وسایل پیش سما میمانم. ولی از خدایی سما دیگه کی است؟ آی توبه بازامی از دانم برآمد. چی از دانت برآمد؟ همراه خود چی گفته میری؟ آی چیز نه از دانم هم چیز نبرآمد. سما یک دوستم است، یعنی از سابق و تو نمیشناسیش. او دختر خوب است، بد نیست. به هر صورت قبل از اینکه زیاد گدودی کنم باید پایان شوم. به خاطر اینا ازت تشکر میکنم. خداوند ازت راضی باشه. اتو نگو مهم نیست جانم. کامران او دو پاکت بانونا از تو نیست. راست میگی. خب من میرم. خب شام میبینه. خدا بله حتما. این چه قسم دختر است؟
بسیار عجیب است نه؟ بسیار زیاد. میفهمی رویا در حقیقت بسیار دختر مهربان و صادق است. طرف ما ببین، یکی از دختر خوشت میایه. نه جانم، دیگه چی گپ است؟ درست است، تو که میگی پس هم موتور است. تو هم عجیب است. خوش آمدی دختر، کجا کن بودی؟ آی هیچ نپرسم. کان از مولا بریم یک عالم توفه خرید، حتی وسایل آرایشم خرید. عالی است، با اینا تو را آرایش کنم حتی پدرتان نشناسید. راست میگی؟ البته که راست میگم. کاموران، میخواستم از یک چیز پرسان کنم. چی؟ این صدیق چه قسم یک آدم است؟ دختر نیک از صدیق خوشت میایه ها؟ نمیفهمم، همیشه میایه با تشویش است که چطور هستم. فکر میکنم برش مهم است. آی دختر، صدیق بسیار آدم خوب است، اما میفهمی در دوران ابتدایی او عاشق ما بود، پشت مرا رها نمیکرد، اما ما به خاطر که جمال دوست داشتم از من منصرف شد. ما از دوره متوسطه منصرف شدم. ها، عشق طفولیت میگی؟ تو بوده میتونه، اما با من قسم نیست. ما از وقتی که خودم شناسم عاشق جمال هستم. میفهمی؟ مرا در روسیام دعوت کرد، گفت اگه بیایی متوجهت میباشم. آی پس تو هم بیا دیگه. نمیشه بیبی، لباس من این قسم نمیشه، مناسب نیست. آی مهم نیست، من برای تگان چیزی که جلب توجه نشه میارم. صبر کن، تو اینا رو بگی، من از خانه لباس میارم ها. درست است، روسیه‌ای. به کارت برس. از اینجا تا او طرف کلش گل بگیرید. این فقرا رو کمک طرف تر ببر. آفرین، حکمت لود، آفرین. جلال بگو لیلی، عروسی ما در میدان قریه نشه، درست است؟ چرا چشم سیان؟ این رسم از که عروسی در میدان قریه شه و عشق ناپیدا. خب میفهمم، اما حال دیگه موده ای کارا رفته. پس در این صورت ما در کجا عروسی کنیم؟ در مولا میشه. در مولا؟ من همیشه تصور میکنم که عروسیم در کنار بحر باشه. در کنار بحر چی گفت عروسی کنیم؟ میدان قریه را بر بحر میسازم جیگر. آی جلال، من میخوایم عروسیم در کنار بحر شوم. زیاد میخوایی؟ بله میخوایم. زیاد دوستت دارم. هر جایی که تو بخوای همونجا عروسی میکنیم. عروسی ما کنار بحر میشه، با امید خداوند همونجا میکنیم. کافیست که ما عروسی کنیم. وعده. این نمیشه. وعده مردانه. باش دیگه شب بگیر. جلال، دکتر آمد. اوی پقامم خراب است. خوش آمدی بیادره. خوش باشی. با تو یک کلی ساختم. زنده باشی. زنده باشی دکتر. پس ما وسایل به میدان پقامای خراب آوردن هیچ پف نمیشه. کلی پیش خودتان از هر کاری که میخواین بکنین، فقط مرا شرمنده نسازن. نه تشویش نکو بیادره. منصور بیادر، چی گپ است؟ وسایل گرفته بیاره. درست است، من اینجا منتظرتان میباشم. درست است لیلی، کلی خانه ما هم همین قسم میباشه انشالله. جلال بیا که بریم. تو اینا رو ببر. بسیار تشکر. زنده باشین. مانده نباشین. گل میپالو اما ندیدم، برام گفته بود که اینجا با کمک میایم. میفهمینو کجاست؟ کمک میکنم، اما فکر میکنم در خانه عروس است، اونجا کمکشان میکنم. فهمیدم. کدام کمک از دست من ساخته؟ نه خیر، ببینین. زنده روز باشین. بخیر. حسن بیا در این طرف بیا. آی اوف. مشنوم کن. گل چطور هستی؟ من در میدان قریه هستم، تو را میپالیدم، اما فکر میکنم تو در خانه عروس هستی. اگه وقت داشته باشی تا معاینه خانه آمدم. نه حالا آمدن نمیتونم، زیاد کار دارم. گل لطفا بیا، برات یک تحفه دارم. گپ من گوش کن. درست است، منتظرم باش. درست است، زنده باشی. چی فکر میکنی؟ حدس بزن.
وقتی که تو پیشنهاد عروسی کرده بودی اگه من بله میگفتم، حالا شاید به خاطر عروسی خود آمادگی میگرفتیم. دبی باره فکر میکنی؟ تو دی باره فکر کردی؟ چی دروغ بگویم؟ بله. تو ماما تو فکر کردی ها؟ زود چو اعتراف کده گر. میخوایی که راست من بگویم؟ بله همیشه. درست است. گل، در حقیقت اگر ببینی ما درباره هلال فکر میکردم. یعنی بسیار به تشویش هستم که دختر بیچاره را در آتش ناندازیم. فکرتن آرام نساز، تشویش نکن. هلال امشب از میز نکاح بسیار خوشحال بلند خواد شد. او چطور خواد شد؟ چی مانامیت گل؟ اما تو مانامیت جمال. یقدر دیر بیهوده همراه هلال گپ نزدیم. گل تو چقدر شفری گپ زدن خوش داری، به خدا واضح بگو که شفری گپ نزن. شفری گپ نمیزنم جمال. به هر صورت تو سرم اعتماد کن، تشویش نکن. ما باید برم، اما زود میاییم. درست است؟ درست است. خواهر من میرم، زود پس میایم. صبر مام همراهت میرم. شما هم خسته نباشین. خسته نباشین خانوما. زنده باشی، زنده باشی. خداحافظ. جمال، این دخترها همراه ما خوب عادت کردن نه؟ با خدا راست میگی مادر. طرف ما بیبی، این کارا نباید زیاد طولانی شوه. گلم حال عادت کرده، بیا که عروسی شما را بکنیم. مادر یک چیز بگویم، تو پدر من هیچ درک نمیتونم. عروسی اگه اولادتان نکرده درباره دیگه ایش فکر میکنین، تو نکنین لطفا. من خبرت گفتم، اما تصمیمت خودت بگی جانه. مادر دیگه تان نسوزه. خدایا قرمه ما با برکت شوه انشالله. اوف، ما رفتم مادر جان. ها برو، تو هم برو. شام عروسی داریم اما به هیچ کس مهم نیست. این کامران و آیتن کجاست؟ اگر کم کار کنن میمورد. مادر، آیتن در میدان آمادگی میگیرم. درست است، فهمیدم او اونجاست. کامران کجاست؟ مادر شما غیبت من رو میکردین؟ ها، غیبت تو رو میکردیم. دختر او تو حقیقت بتون که آخرت به سرت بیایه. تو کجاستی ها؟ هیچ، همه تو قدم میزدم. دختر از پیش چشمم دور شو. زود از پیش چشمم دور شو. برو. خواهر تو هم امرایم بیا، برای تک گپا میگم. بیبی هنوزم گپ میزنه. گفتم برو دختر. صبر کن دختر، پس میایم مادر. بیا دختر، دروازه را بسته کن. کاموران برام بگو که چی شده دختر. خواهر کان کس نه؟ به خاطر که در عروسی آرایش کنم بریم یک عالم سامان آرایش خرید. او دختر همراهش بود؟ او هم همراه ما رفت. توبه. نه بین اونا هیچ چیزی نیست. اونا دوست هستن. پس خوب است. به نظرت کان واقعا مرا دوست داره خواهر؟ تو فایت ببینم او وقت برات میگم که ازت خوشش میایه یا نه. تو فایت کجاست؟ در خانه سما ماندمشان. سما کی است؟ آی تو هم نمیفهمیدی؟ فراموشم شد، بازم از دانم برآمد. پشتش نگردی، یک دوستم است. تو چی میکنی کاموران؟ این سما کی است؟ آی خواهر ببین میگم اما به کسی نگویی ها. درست است بگو، به کسی نمیگم. سما کی است؟ وقتی که من از خانه فرار کردم مرا در جای خراب بردن. اونجا سما و جمال هر دویشون مرا از دست اونا نجات دادن. تو چی میگی دختر؟ یازنیمون میفهمه. حتی به خاطر که زندگی سما در خطر بود دخترم از اونجا فرار دادیم. حال ده چی است؟ در خانه نیازی پتش کردیم. در خانه نیازی؟ ها در خانه نیازی. سما خواهر به کسی نگو خو. درست است، به کسی نمیگم. من خواهرت نیستم. ها خواهرم هستی. حال سما در خانه نیازی است؟ ها حالم اونجاست. ها خوب است. همگی اینجاست رستا؟ من حاضر هستم. میگیرم. اینا گرفتم. عکس مرام گرفتی در شکر چانم. ها گرفتم. دوستان ما گشنه شدیم، شما گشنه نشدین؟ بریم که نان بخوریم. والا گشنه شدیم، بسیار زیاد گشنه شدیم. رفیقا بریم نان بخوریم.
در ضمن ببینیم که منوی کاکوس نویشان خوبش هست یا از کوکو یوسفشان. یک دقیقه در این صورت پس یک کار کنیم. حیاتی منصور کاکا عثمان شما خانه کاکا یوسفشان برین. حکمت سیدی قلاودین بیا در شما خانه کاکا اسنو برین. منوی غذای هر کدامشان که بهتر بود در تلفن برای مسیج کنین. باز من خبر میکنم که همگی باز اونجا برن. برای زنگ میزن. جلاله اینه این آرام آوردم. جلال در ای جای میشه؟ میشه. خوب است. این آرام ببریم؟ درست است. کن خوش اومدی گل، لطفاً بشی. آرتن جلال بان خب توفیق چی است؟ پایین شو. ما را میبینه دختر، ما را میبینه. آهسته برات لباس خرید. لباس؟ کان به لباس چی ضرورت بود؟ میخوایم امشب در عروسی رو بپوشی. ببین عروسی ما نشد، تو رو در لباس سفید ندیدم. یعنی نمیخوایم بگویم که تنها اشتباه تو بود گل، اما اشتباه مام نبود. لطفا اگه کمی هم مرا دوست داری امشبی لباس رو بپوش به خاطر روزای گذشته. کان ما هیچ نمیفهمم چی بگویم. به هیچ ضرورت نبود. این درست نیست. گوش کن گل، نمیخوایم که سرت فشار بیارم، اما چندین ماه هست که برم درد میتی. اگر نمیخوایی بیشتر از این دل ما بشکنانی حداقل پاکت رو باز کن. ببین کان باید یک چیز هیچ ضرورت نبود. ببین وقتی که لباس پوشیدی ضرور نیست که برم کدام اشاره یا چیزی بتی. یعنی تو یک چیز انتظار ندارم هوش کنی تو فکر نکنی، فقط با این کارت کم مرا خوشحال میسازی. و دیگه ای برات بسیار مزه. خواهش میکنم رد نکن. درست است میبینم. جلال بیا جلال. بیا بلی یاز خدا ایره بیبی خواهر کاملا سفید مثل لباس عروسی. من چطور ایره در عروسی بپوشم؟ حالا هیچ نمیفهمم که چی کنم. به نظرم بپوش. گفته چیزام انتظار ندارم. نشک او را امیدوار بسازم. توبه جانم، خب برات گفته که از چیز انتظار ندارم. بعد از او هم یک انسان از او هم دل داره. واضح است که در شرایط خراب است. چی میشه بپوش؟ هیچ برات ارزش نداره. او کسی نیست وقتی که توی را بپوشی امیدوار شوه. راست میگی خواهر؟ البته شیرینه. بیا زحال او حد خدا فهمیده جانم. به هر تصمیمتم احترام داره. بپوش جانم، دنیا خب آخر نمیرسه. حالا دیگه هنوز آمد. چقدر بوی خوب داره ماشاءالله. به قرآن بسیار مزه‌دار معلوم میشه. بفرمایین. بگی کاکاس. بگی دیگه بگی. چه قسم غذاست بخور؟ حالا بگی. بگی گوش نشدی بگی بچه چی درست میاسف؟ چی هست؟ غذاست، غذای عروسی است. گلپی هم غذای عروسی میشه ها؟ راست میگه. بعد از کاکا یوسف غذای عروسی هم قسمی بوده؟ توبه مهمان هستی فرمایش نتی هر چیزی که آوردیم بخو. اگه دلت نمیشه چرا ناله داری پس بشی.
اسما بگی از اینا بازم بیار. حالا زوچو حالا دستتان درد نکنه، بسیار خوشمزه است، خوشمزه است به قرآن. بخورین، نه تو کچالوی مزه‌دار در هیچ جای پیدا نمی‌کنی. گوش کنین دوستا، مردم در عروسی هم کچالو پخته میکنن. اینو چه قسم مردم هستن؟ بله حیاتی. قریه‌دار صاحب چیز است، من از خانه کاکا یوسفشان مینوی غذایشان اطلاع میتام. پلو برنج سیله، کچالوی جوشانده، گلبی و قرمه کچالو. همه قدر باشیم؟ ها همه قدر. وای کاکا یوسف گشنه وای. سایز باشیم قطع کن. بسیار بد است. ها نیازی جان. مشنم صدیق جان. همراه کی گپ میزنی؟ تلفنت همیشه مصروف است، نه که همراه نهال گپ میزنی. باز شروع نکلند دقیقا مینو رو برام بگو. مینوی غذاش بسیار عزیز بچیم، خواستم میره برات اطلاع بدم. این غذا از جمله فاصله گوشتدار، قرمه گوشت و پلو گوشتدار، همراهش ماست و سلات هم است، شیرینیش هم لکوم است. بسیار یک مینوی عالی است، بسیار زیاد. راست میگی بچیم؟ سعید بچیم قطع کن. کاکاسنو برنده شد. زنده باشین دوستا، زنده باشین. خستگیتونو بگیرین. توجه قریه‌دار گزلکو یک گپ بسیار مزه‌دار براتون میگه. عروسی که امشب بین دو خانواده در قریه برگزار میشه، غذای کاکا یوسفشان از این قرار است: گلپی، کچالو، برنج سیله و غذای خانواده دیگه یعنی کاکاوتنوشان، قرمه گوشت، پلو گوشتدار، فاصله گوشتدار، ماست و سالاد هم همراهش است و شیرینیشان لکوم است. به اطلاع تمام اهالی قریه میرسانم. در این صورت کلمو به خانه اونا میریم. به هر صورت یوسف دوستم، ما دیگه میریم. خانه اسنو میریم که بد میشه. خوب است که بریم، اما تا نیست دوستا. راست میگی کاکا عثمان، باید بریم که بد میشه. دوستا حالا عجله کنین که غذا اونجا منتظر ما است. بریم دیگه. خداحافظ. بریم رفتیم. نوش جان خودتا. خدا. نیسو قاشق کجا میبری؟ بان سعید برن دیگه. چی میکنی چاقک؟ نمیبارم. خوابا میبری؟ خدا. تو برن دیگه این طرفو دور نخوریم. احمقا، دیدیم که با این غذا آبروی ما رفت. چرا آبروی ما بره؟ این عروسی یک مصرف اضافی است. اقسم میشه یوسف، اقسم میشه. ما از خود نام داریم، بعد است به خدا. اسما تو درباره کدام نام گپ میزنی؟ ها؟ داماد کجاست؟ در خانه اسنوست. عروس کجاست؟ او همونجاست. پس بان هر جایی که داماده است عروسی هم همونجا شو. فهمیدی؟ به خدا مادر خسرو مقبجانه بس. یه عروسی خودش یک مصرف اضافی است. قسم خوب نمیشه دیگه که ما مصرف کنیم. تو چرا مداخله میکنی بینیامین؟ نورتن چرا مداخله نکنم دختر؟ توبه بسیار عجیب هستین به خدا. ببینین خسرو ما به چی روز رساندین. لطفا گپای ناک نزنین. بیازو کچالو هم خام مانده است پیشتون. ما حالا نشانت میدم، حالا چشمات از جاش میکشه. السلام علیکم دوستان. خوش آمدید. تبریک باشه. تبریک باشه جمال. کجا بشینیم جمال جان؟ خوش آمدید. خدا آماده کنیم. سلام علیکم. بفرمایید بشینید. بفرمایید. همه چیز آماده است. چی شده؟ بیادر ما یک چیز دیدیم که باید برات بگویم. درست است. وقتی که میگی باید بگویم بگو دیگه. حالا ما از دروازه پشت به اتاق قریه‌دار رفتم بودم. در او اثنا دکتر به گل یک لباس سفید داد، مثل لباس عروسی. برش میگفت که در عروسی بپوش. مام نفهمیدم، داخل رفتم. وقتی رفتم دیدم که مثل عاشقا گپ میزدن. مام به تشویش شدم ببینم که امشب میپوشه یا نمیپوشه. درست است. طرف ما بیبی جانم با این دختر باید حال لباس عروسی بگیریم. چی کنم؟ ما بودوزم؟ لباس عروسی مخواه است. او هم مدش رفته در بکس ماما تو مانده. تو هم کمال اونجا قفل کردی. ما چطور رفته لباس بگیریم؟ درست است. چرا خدر تشویش میکنی؟ من میرم میارم. درست است. برو جانم. خسر ما میخواستم شما را صدا کنم. چی گپ است؟ با خدا بعد رقم گوش نشدیم. بوی غذا در بینیم خورد. گوش نشدیم.
یک دو لقمه به ما بیارین خیر است. از گشنگی معده ما درد گرفت. باور کو کاکا اسنو هیچ شیمه ندارم. از صبح تا حال هیچ چیز نخوردیم. کم از گشنگی بمرم. بازم دل تسلط بخوری ها؟ میره بگی ببینم چی قسم معلوم میشه. چوری به ما دادی ها؟ عروسی از بچه لوده گیره میپوشی دیگه. چطور یعنی؟ ببین قسم کاملا همی قسم صحیح شد. هرچی نباشه یک عروسی نرمال نیست. تو مثل عروسا در یه اتاق میشینی. یه قسم میشه کاکا؟ حسنو پدر قربانت شوم اتو نکو مرا تبا میسازی. به غضب خدا شوی. تو به که هیچ عقل نداری. چطور میتونی که توی لباس میدان عروسی بیایی و پیش مردم بشینی؟ ای خدا. گوره مرا بته ایره بگی بپوش. باید کم مثل داماد معلوم شوی. ها کم مثل داماد. داماد باید خوب معلوم شوه. حالا دیگه بپوشش مثل داماد. دودو ها بگیره. این لباس قسمت دخترم بوده. دروازه رو باز کنم؟ ها بازش کن. دخترم بیبی این لباس عروسی مادرت هست. مرا واقعا خوشبخت کرد. یک شوهره که مرا واقعا دوست داره و همیشه در کنارم می باشه را به من داد. گلواره سدان اولاد برم داد. حالا تو به خاطر عروسی کمی چرت میزنی اما تو رام خوشبخت میکنه اگه خواست خدا باشه. بسیار زندگی خوب خود داشتی. خدا کنه مادر جان من یک بار بپوشم ببینم که مرا چطور خوشبخت خود ساخت. حالا دیگه در جانم خورد شده. دختر توی نیازی خرسه بیبی او قسم یک دختره در خانه خود آورده و از همگی پاتش میکنه. خدا میفهمه که چی کارا میکنه. خواهر خودت نگفتی که گذشته تمام شد رفت من فراموشش کردم. تو چرا هنوز به خود درد میتی و دیگه تو همراه یازم عروسی نکردی؟ تو را چی به نیازی؟ مرا بیبی دختر اینا بین خود گپا میزنن یا نه؟ نه خواهر او دختر او تو دختر نیست. یک دختر خوب و مهربان است. بیبی مهربان میگی او قدر مهربان است که یک لباس نیازیرم سوختانده نمیتونه. خواهر تو هم زیاد گپ میزنی ها. برات میگم او قسم یک دختر نیست. تو خودت گفتی قبل از آمدن به قریه چه قسم یک دختر بود. آی خواهر تو چقدر پشت گپ میگردی به خدا. صدیق از او خوشش میآید. ها بیبی که چی میشه؟ مرد از قسم دخترها خوششون میاد پشت قسم دخترها را اعلان نمیکنن. به خدا که گناهش به گردن میگیری خواهر. طرف ما بیبی این دختر مقبول است. ها به خدا یک مقبولی متفاوت داره. دیدی کامونا مقبول هم است. نیازی پشت او را میگیره. بیازو بدون سلطان مادر تمام دخترها به او مقبول معلوم میشه. آی خواهر واقعا که پشت گپا گرفتی. کاش دانم میسوخت که به تو نمیگفتم. راستی هم دانت میسوخت که نمیگفتی کاموران. حال بیبی اینقدر شکت دل من داختی که پرسان نکو. نورتن زنکه درست از چیغ نزن حال میایم. بیبی صدای حقیقی زندگی تو را صدا میکنه. بدا کاموران
راستی او دختر مقبول است؟ ها به خدا که مقبول است. خب در سر طرفم دیده تو میگی اعصاب من خراب کردی دختر. آمدم. توبه ما چی کدام؟ توبه تو کجاستی دختر؟ اینا رو تو که وقت میشه سرم. تو چه قسم گپ میزنی؟ فقط که نوکر هستم اتو سرم امر میکنی. توبه خی چی میکردم؟ هر قدر پلیدومت نبودی دروازه را سرتان بسته کردی مچم غیبت کیره میکنین. ایره تو که شوارت شاید نکاز دختر. اما تو چملک بپوشم. حالا بگی دیگه اوتوش کو. ما میرم موتر میشویم. 2 دقیقه کار است. حالا برو دیگه. حالا ببین دیگه. خوب صحیح اوتوش کنی خو. صحیح. بینوش احمق. خواهر هیچ اصرار نکن، من در روسی نمیایم. آیه سوده، اگه من به جای تو می بودم حتما می آمدم، به خاطر که در روسی اتفاق خاط افتاد که باور هیچ کس نشه. چی میشه خواهر؟ بیا و ببین. خواهر بگو دیگه لطفا. نه میگم. درست است. همه خبرت میگم اگه نیایی بسیار یک موقع خوب از دست میدی، چون امشب یک شب بسیار عجیب خواهد. راست میگی خواهر. نهال در شب عروسی چی میشه که میگی شب عجیب خود بود؟ مادر کلان میخواستم بگویم بسیار یک شب زیبا، بسیار شب هیجانی خود بود. گفتم اگر نیایی پیشمون خود شد. در صورت درست است ما میایم. میارم مادر. ما رفتم. وقتی میگی شب هیجانی و زیبا خود بود، در اون صورت ما باید برم خود خوب آرایش کنم. البته شیرینه، برو خود آرایش کن. در اون صورت نهال دخترم، تو مرا مقبول همه تو بدلت آرایش کن. باید هیچ کم بودی نداشته باشم، مثل عروس مقبول شم. وقتی تو آرایش قد دوست داری من تو را آرایش کنم که کاملا مدل آواری شوی. بعد از عروسی که امشب است نزدیکترین عروسی از من خود بود، اما تو نیست. ما و نیازی با هم عروسی میکنیم. من میفهمم چشم کلگی طرف ماست، کلگی درباره من فکر میکنن، اما من پیش نیازی کم مالم نشم. همه تو نیست دختره؟ بله تو را قسم آرایش میکنم مادر کلان که وقتی نیازی تو را ببینه زبانش دندان بگیره. با من یک چشم مورا پیدا کن. میترسم که کسی مرا در این وقت نظر نکنه. زود باش با من یک چشم مورا پیدا کن. درست است مادر کلان جان، برات پیدا میکنم. در این قسمت لباست نصبش میکنم که کسی نظرت نکنه. آفرین همه تو که دخترم. مرا ببین با کانم خبر بده، بگویش که بیایه او ما را در موتر خود تا به عروسی ببرد. مادر کلان بکن چی ضرورت است؟ گل موتر دارد، موتر گل میریم. درسته؟ دخترم موتر خواهرت گل برابر پیاله است، بسیار خورترک از موقع آرایش میکنیم. لباسای ما چملک میشه، نباید با لباس چملک اونجا بریم. یعنی تو در این موضوع شیک شدن بسیار جدی هستی همه تو نه؟ در شیک شدن بیازو اول هستم. باید مقبول ترین دختر اونجا ما باشم. دانه کلگی طرف مواز بانه. کلگی بگویه که این دختره چی شده. از خاطر من نیازی باید بسیار مغرور شده، باید خدا خوشبخترین آدم حس کنه. درست است، انشالله که همه میشه. بنیامین. بله خسر جان. کجا میری؟ موتر گل پشت میکنم. بچیم به گل پشت کردن ضرورت نیست، بانم تو باشه. تو هم راست میگی خسر، اما من بسیار فکر کردم نباید مردم سر ما شک کنن، نباید کسی با فهمک کمال جواب منفی میده. بان تو اسنو فکر کنه کل چیز درست پیش میره. وقتی که پلان ما موفق شد او حیران خود ماند که چی جریان داره. راست میگی بچیم، این مفکورت خوشم آمد. بریم یک جای موتر گل پشت کنیم، بریم با اسنو نشان میتیم که اگنان چند فتی بالاخره داماد کی است؟ به خدا شعر استی پاتش. آی کامران چرا سر میزی رو ور نکدی؟ این قسم رنگ پتلون خراب میشه. آی خواهر چی کنم؟ خودت هم میفهمی که ما تو کدن خوش ندارم. کامران عجله کن زود شو کامران، باید بریم سماره ببینیم که چه قسم معلوم میشه. آی خواهر چی نمیبینی؟ او هم یک دختر است دیگه. ما باید تو رو ببینم و ها زود باش، تام لباسای نو تبا پوش با هم یک جای میریم او رو میبینیم و پس میایم. اوف درست است. خواهر چی شده دختر؟ شما نمیفهمین که چی شده؟ چی شده؟ من از راه عقب داخل قریه داری شده بودم. در اون وقت لالاکان به گل یک لباس داد، رنگش سفید بود مثل لباس عروسی معلوم میشد. گفت عروسی را بپوش. توبه چرا اون لباسا را به گل دادن؟ من نمیفهمم خواهر، اما هر دویشون مثل عاشقا با هم گپ میزدن. توبه دختر، این هر دوی ما را فریب میده. دختر مرا ببین، تو لباسا را دیدی؟ بله دیدم خواهر، اما من فکر کردم که او را به رویا خریده. گپ کمی پیچیده شده. کنو لباسه به گل داده که بپوشه، اگه گل لباسه نپوشه یعنی که او از جمال دست بردار نیست. آی
انشالله که گل او لباس بپوشه و جمال از ما شوه. آی شما درباره چی گپ میزنی؟ من خود هیچ نفهمیدم. او که نفهمی جانم، خود در هر گپ مداخله نمیکنن، هر چیز پرسان میکنی. زود شو کامران حالا. آی درست است خواهر. اوف زود شو. خسرو جان این تو راست باشه فهمیدی؟ این درست است. ما باید میتونم تو بشه. درست است. کوتاه و دراز نباشه. میگیرم. شما چی میکنین؟ موتر گل پوش میکنیم نورتن. موتر عروسه جور میکنیم. اگه آتش پرچه ما پیشم سری نمی بود امروز زور گل پوش میکردیم، اما چی کنیم دیگه، همراه همی گذاره میکنیم. شما دو نفر کجا روان هستید؟ ما یگان کارهای خورده کوچک داریم، اونا را حل کرده زود پس میاییم. خلاص ایس بریم. خداحافظ. برو خداحافظت. ما پدر جان چی میگم، متوجه هستی که پلان ما بسیار خوب پیش میره؟ بله. پلانتون چی است؟ کسی را متعجب میسازین؟ چه باش پیشپزک، باید در کار مداخله کنی. برو شابا سرتوش لبازی تکونه. درست از رفتم دیگه. تو با گفتم برو. احمق، چرا دانه خواب مغزت کنترل نمیکنی؟ حال کلگی خود فهمید که کمال اونجا نخیر میگه، بعدن پلان ما کاملا به هم میخوره و اسنم در مقابل ما کدام کاری میکنه. میبخشی دیگه خسرو جان، دفعتن از دانم برآمد، اما دیگه تو نمیشه دلت جمع باشه. دیگه نشه حالا بچسبون زود شو. ما توی موتر گل پوش نه برگ پوش کردیم پدر جان. من نصب کن. باز کو خواهر من. خوش آمدین. معرفی میکنم، خواهرم نورتن، ای هم سما. خوش شدم. مرا بیبی دختر، تو کجا خاموشی؟ اینجا. خب پس نیازی کجا خاموشه؟ نمیفهمم. چرا نمیفهمی؟ دختر بسیار خوب فهمیده میشه که تو دروغ میگی. ما وقت پرسان کردم نفهمیدی که چی بگویی. مرا بیبی، نه که شما دو نفر با هم یک جای میباشین ها؟ تو چی گفتم میری؟ چیزی را که میگی خودت هم میشنوی؟ تو چقدر بیادب هستی دختر. خودت بیادب هستی. ما نیازی کجا خاموشه؟ من نمیفهمم. به خاطر که در این خانه نمیباشه، در خانه صدیق میباشه. فقط به خاطر که من اینجا هستم و آدم قرازا در خانه خود نامده. آیه چیغ نزن بس از بله چیغ میزنم. من بسیار خوب میفهمم در فکر چی میگذره. اما هیچ وقت تو مفکوره را در ذهن جای نته. نیازی باشه یا جمال باشه یا کس دیگه، بهترین و با ناموسترین آدمایی هستن که تا حال دیدیم. درست است چیز نگفتیم. آی خواهر، خوب شد که چیز نگفتی ها. کاموران فرا چی شده ها؟ این دختر به خاطر من زندگی خود خراب ساخته خواهر. حال تو همراش اقسم گپ میزنی؟ آی درست است، هر چی که میکنین بکنین. احمقای بیادب. این خواهر تو چقدر عجیب است کاموران. ده اصل باید از او پرسان شوه. عروسی که ده هنوزم درباره دوست پسر سابق خود پرسان میکنه. اما خواهر من کم حسادت میکنه. ببین حتی میخواید درباره دوست پسر سابقش بفهمه. به هر صورت بیا ما به کارهای خود برسیم. تو مرا آرایش میکنی و ما به تو لباس آوردیم. میپوشی و در عروسی خودم مقبول جلوه میتی. تو هم کم از خواهرت نیستی. بله کم نیستم. درباره عاشقی از ما پرسان کو. اما وقت بعد و طالع کور ما ببین که با خود چاره پیدا کردن نمیتونم. تو تشویش نکن. من تو را قسم جور کنم که در عروسی دانه کلگی طرف تو باز بانه.
خوش آمدین. نه وقت آمدیم آقا. خوب کردین. بگی پیسره. 5 نفر هستیم آقا یوسف. خودتان بین خود تقسیم کنین. اسما، نورتن، سر ما وقت میشه، تال نتین. بیاین. اینم میایم پدر. آمدیم صبر کو. مرا ببینین. ای بنیامین و کامران کجاستن؟ بنیامین لباساشم میپوشه. کامرانم کم کار داشت، گفت کار خود خلاص کردم. چه قسم کار داشت دختر؟ چی بفهمم؟ گفت کم کار دارم. دختر مرا دیوانه خود کرد. بنیامین بیا دیگه. نورتن. بله جانم. پتلون مرا چی کردی؟ چی شده بینوش؟ چطور چه شده؟ تو ایره ببین. میبخشی بینوش، کار کم زیاد بود از او خاطر اتا شد. پتلونم از بین بردی دختر. توبه. بیبی سمسایی ترپار وارا شده، آدم همه تو میکنه دختر. بینوش دستل توی موتر چی جور کردی؟ فقط که موتر مای اصل باشه جانم. توبه کردیم خدایا، ما یک زحمت کشیدیم هنوزم گپ میزنم. پشتی گپا نگردین. مرا بیبی بنیامین ترکان، شما در موتر گلپوش برین، از ما نورتن آیتن در موتر ما میرین، فهمیدین؟ با کامران هم بگوین کارش که خلاص شد مستقیم به خانه حسنا بیایی، درست است؟ شما هم دول زده پیش برین. حالا دیگه دور بخورین، زود شوین دیگه. بیاییم که بریم. با خدا خانواده داماد رسی. ما برو بچه برو حیاتی برو. بیاین خوش آمدید. بنیامین بچم شر باش که شک نداری. با خدا. خوش آمدید جانم. خوش آمدید. آی روشن جان خوش آمدید. خوش آمدید. چطور هستی؟ آی شما خوش آمدید. دوباره بیا. نکو میگو. نکو دختر. ابی شام هستی. پاشو بطم نمیشه خجالت بکنید این طرف بیتیشه این طرف بیا نام خدا یا بین خود رفت بچه کمال با نکای چند دقیقه دیگه مانده خدایا توبه کردیم اینم تو حالا دوستا ای بچه گم کلتان جانو آقا جان بلند از کجا بودم نام خدا